پلیس تجمعی صدها نفر که علاقمند کوچیدن به روسیه بودند در نزد نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه در دوشنبه پراکنده کرد. پلیس پایتخت با این نهاد گفت که با سبب سر زدن بینظامی در نوبت پایی پشت در آن قبول خواهشمندان را منع کند. همکنون خواهشمندان مهاجرت به روسیه می توانند تنها توسط سامانه‌های رسمی این نمایندگی در تاجیکستان خود را برای شامل شدن به فهرست علاقمندان کوچیدن به روسیه ثبت نام کنند. مسئولان این نمایندگی با ما صحبت روبرو نکردند. خودتان بهتر می‌دانید که هر کس می‌خواهد یکم باشد و در نتیجه آن چنین نوبت‌پایی زیاد را به میان آورد. وقتی چنین بینظامی به میان آمد، کارمندان حفظ حقوق را دعوت کردیم و قرار شد ثبت نام مردم به طور حضوری قطع کرده شود. بعد از مدت با کم شدن کارمندان پلیس در نزد در نمایندگی دوباره دهها خواهشمند جمع آمدند. امید اوریپا که تجربه 14 ساله حقوق شناسی دارد، یکی از صدها نفر است که امیدوار است اجازتنامه اقامت در روسیه را به دست می‌آورد. اوریپا می‌خواهد با همسر و 4 فرزندش به روسیه کوچ بندد. این پروگرام خوبیش همین که در فدراسیون روسیه مثلا کار یافته می‌شه، جای خوب یافته می‌شه. همون چی احتیاجی که شما دارید، اما از طرف از روی معلومات‌های یکم پیشکیه از طرف دولت روسیه همین وای پیشنهاد کرده میشه. از شب گذشته که موسم نو ثبت نام به برنامه دولتی پرسلینیا یا کوچبندی شروع شد، حدود 2000 خواهشمند مهاجرت به روسیه در نزد این نمایندگی برای نوبت ایستادند که بالاخره به بینظامی رسید. حالا درهای این نمایندگی برای خواهشمندان بسته است. نیروهای پلیس اطراف این نمایندگی را نظارت کرده از تجمع خواهشمندان مهاجرت به روسیه جلوگیری میکنند. سوریا رجبووا آموزگار زبان روسی در یکی از دانشگاه هاست که میخواهد به روسیه کوچ بندد. میگوید همه خانواده‌اش در روسیه کار و زندگی دارند و در وطن خودش تنها مانده است. من همچو اختصاص خودم رفتنی. نه فرزندم اونجا یک فرزندم اونجا میخونه روسیه با. نو انا اینجا ببینید یا خیلی اومدگی ما پرسیدیم دیپلم ندارن. پسرای هستن که دیپلم ندارن، معلومات ندارن، کجا رفتن؟ زبان روسیه نمیدونن. مенталитетش نمیدونن، رسم و رسوم روسیه خلق روسا نمیدونن، کجا میرن؟ من حیران. برنامه دولتی روسیه پرسلینیا یا کوچبندی در ابتدا برای بازگرداندن اهالی روس زبان از کشورهای شوروی سابق بود و حالا اساساً برای تأمین منطقه‌های تشنه متخصص و نیروی کاری در روسیه ادامه دارد. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.